ما باید شکرگزار باشیم که یگانه کتابی که امروز با علم و ترقیات هم قدم است این کتاب قرآن است. 1400 سال قبل وقتی که آیات ها نازل شد بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این همه چیزهایی که امروز علما ثابت میکنن آن را نمیدانست، لیکن وحی الهی که بود امروز علما آن را اثبات میکنن. مثلا همین تکوین جنین، یعنی خلق پیدایش طفل در شکم مادر، مرحله های آن را در قرآن کریم ذکر کرده بود 1400 سال قبل و امروز علما اثبات کردند که هر چیزی که در قرآن کریم آمده است همان گونه است. یا اینکه ترکیش بزرگ، الله سبحانه و تعالی 1400 سال قبل آیت نازل کرده بود که ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، یعنی آسمان ها و زمین با هم یک جا بودند و ترکیش صورت گرفت که آنها را چیز کرد، از هم جدا کرد. امروز علما همون را اثبات کردند که در حقیقت یک ترکیش بزرگ رخ داده است در قدیم الایام. یا اینکه الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آیتی نازل کرده بود که وجعلنا من الماء كل شيء حی، ما از آب همه جانوران را زنده گردانیده ایم. یعنی هر انسان، هر مخلوقی که در روی زمین هست جان دارد و زنده است، اون در جسم آن آب وجود دارد، یعنی سبب اصلی زنده ماندن آنها آب است. امروز علما این را اثبات کردند که همین تمام کائنات، تمام مخلوقاتی که زنده هستند اینها در وجود خود آب دارند. یا که آیتی که الله سبحانه و تعالی گفته است والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، ما آسمان ها را خلق کرده ایم و روز تا روز این آسمان ها در گسترش هستند، یعنی روز تا روز بزرگ می شوند. امروز علما آن را اثبات کردند که آسمان ها و ستاره ها روز تا روز بزرگ می شوند و زیاد می شوند. همه این آیت ها را الله سبحانه و تعالی 1400 سال قبل بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود و امروز علم آن را اثبات می کند که هر سخنی که در قرآن کریم آمده است اینها با علم و ترقیات امروزه با هم همگام هستند، با هم یک جا قدم میزنند. یعنی هیچ کتاب آسمانی نمیتواند در مقابل علم و ترقیات امروزه همگام باشد. اگر از تورات و انجیل و یا کتاب‌های دیگری که آسمانی بودن و آنها تحریف شدن، اگر آنها را بیاریم در مقابل علم بگذاریم یک مسئله خندآور می باشد. پس معلوم می گردد که یگانه دین حق در روی زمین این دین مبین اسلام است و یگانه کتابی که امروز الله سبحانه و تعالی آن را نگاه داشته است و کتاب حق است این کتاب قرآن کریم است و ما باید شکرانه کنیم، باید شکرگزار باشیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را مسلمان خلق کرده است، ما و شما را به دین مبین اسلام مشرف گردانیده است.